تو این صلوات. امام عسکری لو میده که دل پیغمبر چجوری نرم میشه وقتی صلوات به حضرت زهرا میفرسته و اوصافی داره که حالا جمله به جملهش مهمه نمیخوام عرض کنم. آخرش عرض میکنیم که خدایا فصل علیها، بر صدیقه طاهره صلوات و درودی بفرست و علی امها، و مادرش خدیجه قرا. معلوم دل پیغمبر با این دوتا نرم میشه. چجوری صلوات بفرست؟ فصل علیها و علی امها صلاة تکرم بها وجه ابیها. ما اگه دل پیغمبر رو زیاد شکستیم، خدای یه جوری بر فاطمه زهرا و خدیجه قرا درود و سلام بفرست تکرم بها وجه ابیها، چهره پیغمبر باز بشه در بهشت. تو بهشتی که خودش سرمنشأ نعماته، این چه زوری داره این صدیقه طاهره که پیغمبری که در بهشت مایه نعمت بقیه است چهرش باز میشه. تکرم بها وجه ابیها. معلومه اگر کسی میخواد پیغمبر رو خلاصه